برای فیلمساز بهتر بودن باید انسان بهتری باشی. هنرمند تو ذات خودش باید یک کمی معرفت داشته باشه. مگه میشه تو فیلمساز باشی دلت نخواد هموطنات فیلمت رو ببینن؟ اون بازیگر اصلی تو جامعه که نتیجه هیچ وقت به تلاش خیانت نمیکنه. سینمای ایران اینه که استعدادها نابود بشن، وگرنه این استعدادها هر کدومشون یه فیلمساز بزرگ سینمای دنیان. فیلمساز مستقل فیلمساز عاشقه. کی اومده اعتماد به نفس تو رو انقدر داغون کرده که حتی جرئت نمی‌کنی فیلمتو به یه پخش کننده بدی؟ یکی شانسیه، 2 تا شانسیه، 3 تا شانسیه، بقیه‌اش روح آدم تو چشماشه. من فیلم کوتاه میسازم که تجربه کنم، 1 2 لذت ببرم. من خودم الان واقعا میگم دچار یأس فلسفی شدم یه تایمی. یه پولی خب جمع کردم و واسه کاری که میکردم، بعدش دیگه شد قرض گرفتن، بعد دیگه در نهایت شد سیستم تدوینمو فروختن. باختای زندگیم خیلی بیشتر از بردای زندگیمه. من خیلی بچه بودم واسه تحمل اون همه درد. سلام، عباس حقشناسم. اینجا استودیو پیکسل. به کپکات خوش اومدید. میخوام قصه پسری رو براتون بگم که سال 76 تو تهران به دنیا اومد. از 7 سالگی به نقاشی علاقمند میشه و ساعتها نقاشی میکنه. فوتبال بازی میکنه و حرفه‌ای وارد عرصه فوتبال میشه و تو تیم‌های ابو مسلم، فجر و هما بازی میکنه. دانشگاه علم و فناوری رشته مهندسی شیمی قبول میشه و تو دانشگاه مجریگری میکنه. بعد از دانشگاه تو یکی از شرکت‌ها مشغول به کار میشه. یکی از آموزشگاه‌های بازیگری ثبت نام میکنه و بعد از اون از کارش استعفا میده و وارد عرصه هنر میشه. تو گروه کارگردانی کار میکنه، دستیار کارگردان میشه و بعد چند فیلم کوتاه میسازه و در جشنواره‌های مختلف ایرانی و کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، مصر و هند جوایز متعددی کسب میکنه. شما رو دعوت میکنم به این قسمت از کپکات که میزبان مهدی ارحمی هستیم. مهدی جان، فیلم کوتاه چیه؟ فیلم کوتاه اون لحظه های جذاب زندگی که نمیتونی زیاد بهش بپردازی، زیاد راجبش صحبت بکنی. فیلم کوتاه از نظر من یعنی همون. یعنی با فیلم بلند چه تفاوتی داره؟ ببین، فیلم بلند تو وقت این رو داری بشینی پای یک زندگی از 0 تا 100 رو تعریف بکنی، اما فیلم کوتاه یک لحظه از زندگیه. مثلا چی؟ مثلا همین لحظه‌ای که من کنار شما میرم، اینجا میتونه یه اتفاق بیفته. به خاطر هم تعریف من از فیلم کوتاه اینه که فیلم کوتاه یعنی یک موقعیت، یعنی ما تا یه حدودی با کاراکتر ارتباط بگیریم، تموم میشه میره. اما توی فیلم سینمایی جا برای در واقع معرفی کاراکتر هست، جا برای کنش واکنش ها، نوسانات زندگی یک آدم یا مجموعی از آدم ها توی فیلم سینمایی وجود داره. خب اینطوری میتونیم بگیم که مخاطب فیلم‌های کوتاه مخاطب خاصه و عموم مردم نیست؟ ببین، سلیقه‌ایه. خب مثل این میمونه که شما فیلم کمدی دوست داشته باشی، فیلم درام دوست نداشته باشی. فیلم کوتاه باز هم یک سلیقه‌ای رو میطلبد که شما دوست داشته باشی 15 دقیقه پای یک فیلم بشینی. مثلا چی؟ من فیلم تورین هورس بلاتا رو میشینم با عشق ثانیه به ثانیه‌اش رو نگاه میکنم، اما یک نفر دیگه ممکنه اصلا 10 دقیقه اول تورین هورس رو ببینه بگه بابا این چیه، قطعش میکنه میره. باز به سلیقه برمیگرده. یعنی مخاطب‌های فیلم کوتاه یک سلیقه خاصی رو دارن که آقا میتونن با این فیلم‌ها ارتباط بگیرن. مخاطبای سینمایی هم باز کمی متفاوت ترن عموما از نظر من البته، چون تو فیلم سینمایی تو جا برای این که مثلا میگم 1 ساعت تا 2 ساعت مخاطب رو سرگرم بکنی داری. فیلم کوتاه عموما باید سعی بکنی که در واقع یک لحظه ای از زندگی، یک لحظه جذاب از زندگی رو ترسیم بکنی. آیا اینجوری به نظر نمیرسه کارگردانه کار کوتاه میخوان متفاوت به نظر بیان، بعد حالا اون تو اثرشون هم اون تفاوت رو ایجاد کنن؟ من همچین نظری ندارم. خب من الان مثلا میگم، البته در جایگاه من،
خب من نمیتونم برای دوستان دیگه این نسخه بپیشم، من در جایگاه خودم این حرفو میزنم. من فیلم کوتاه میسازم که تجربه کنم، 1 2 لذت ببرم. یعنی اصلا دیدم به این نیستش که بخوام یه همچین کاری رو انجام بدم. من دیدم اینه که الان میخوام تجربه کنم، لذت ببرم. سینما چیه، چه کارهای مثلا خلاقانه میشه انجام داد، بیشتر تو این فضا سیر میکنم. قصه فیلماتو چجوری انتخاب میکنی؟ قصه فیلمام عموما همین اتفاقی شده. یعنی من فیلمنامه‌هایی که نوشتم، حالا یه اتفاقی که مثلا افتاد، مثلا سر تامینا فیلم دومم اینطوری شد که من با یک جمعی قرار شد که فیلم بسازیم، یه جمع کارگاهی قرار شد فیلم بسازیم و اینا. در واقع مثلا برگشتم گفتم آقا توی لوکیشن جذاب باشه که متفاوت باشه فلان و بهمان و همینجوری داشتیم صحبت میکردیم. یهو گفتم که آقا نظرتون با مرد شورخونه چیه؟ اصلا بدون هیچ قصه‌ای. بعد شد مرد شورخونه. گفتم خیلی جذاب، بریم مثلا مرده بشوریم، بازیگر اونا بازیگر بودن، بریم مرده بشوریم فلان و بهمان و این داستان ها. من زنگ زدم فراز مقدم، مدیر فیلم برداری کار اولم مکبا، گفتم فراز میخوام یه همچین کاری رو مثلا با بچه‌ها بسازیم و اینا، پایه‌ای بشینیم پای این فیلمنامه و یه فیلمنامه، یه ایده‌ای در بیاریم، یه طرحی در بیاریم و این داستانا. که اینجوریش دقیقاً دی ماه سال 401 بود که در واقع نشستیم و با هم دیگه چند جلسه رفتیم اومدیم یه طرحی در آوردیم. بعد گفتیم بریم بسازیم. یهو یه برآوردی، یه آماری در آوردیم که دیدیم اوه اصلا نمیشه ساخت. بعد گفتیم حالا یه ذره زمان بگذره و فلان و اینا، که من سال 402 شد، عملا سال 402 شد و تا خردادش اینا هی در تلاش بودم که این اتفاق رقم بخوره، نخورد. و یعنی تهیه کننده یا اسپانسر پیدا نمی‌کرد. آره. بعد خب مثلا من خب تازه وارد سینما شدم، یعنی من مدت زیادی نیست که بخوام راه و چاه و اینا رو بلد باشم. من همیشه هم پیش همه دوستان اینا گفتم من یه هنرجوام، یعنی دارم یاد میگیرم از همه آدم ها، از همه کسایی که تو سینما هستن. بعد خرداد 402 خاله من به رحمت خدا رفت، قربونتون برم. بعد دیگه به واسطه این اتفاق کلا من رفتم اصلا کنج عزلت و اصلا دیگه هیچ کاری انجام نمیدادم. یعنی خیلی از لحاظ روحی و روانی به هم ریخته بودم و که شد شهریور 402 اونجا حالا به واسطه رفقا و دوستان اینا دیگه گفتم مهدی بلند شو، بس دیگه، حالا آدم درست غم سنگینه ولی خب دیگه بلند شو دیگه. حالا ما بلند شدیم و گفتیم آقا بریم دوباره یه برآوردی بزنیم ببینیم میشه ساخت نمیشه ساخت. رفتیم دوباره برآورد زدیم، گفتیم آقا ولش کن فعلا دیگه. چقدر حدوداً قیمت برآوردی که داشتیم؟ برآوردی که یعنی مثلا تو 402 تقریبا روزی 60 تا 70 تومن در می اومد. چند روز کاری بود پروژه‌تون؟ پروژه مثلا رو فیلمنامه حداقل 3 روز در نظر می گرفتیم. حالا با پست پروداکشن و این داستانا حدود مثلا 300 تومن 300 تومن مثلا در می اومد دیگه. برای من خیلی رقم سنگینی بود. یعنی من اینطوری شدم که خب من فیلمساز مستقلم، یعنی تا الان مثلا هیچ ارگانی نیومده پشتم، نه هیچ حمایتی داشتم از جانب کسی که مثلا بگه که اوکی بیا این برو بساز، برو اصلا یاد بگیر یا مثلا تجربه کن. من حالا مثلا فیلم اولم مکبوم که مثلا رپیل داین آفریقای جنوبی اکران شد و اینا، یعنی مثلا اینطوری عموما اطرافیان خیلی مهمن، اطرافیان اینطوری بودن که کار خاصی نکردی، بعد من هی تو سرم میخورد. خب در صورتی که مثلا خیلی از بچه‌ها مثلا فیلمشون یه فستیوال مثلا اکرام میگیرن، آنچنان تو بابا کرنا میکنن که بابا فلان، ولی من واقعا این اعتماد به نفس رو نداشتم و که بخوام این کار رسانه‌ای هم براش نکردی؟ کار رسانه‌ای در حد اینکه خبر بشه و مثلا اینا انجام شد، ولی خب بیشتر روی این فضا بودیم که 2 سال گذشته. بعد من تو این 2 سال خب بیشتر تلاشم روی این بود که خودم رو تقویت بکنم تو فضای فیلمسازی. فیلم میدیدم، مستر کلاس‌های فیلمسازای بزرگ دنیا رو میدیدم، کتاب میخوندم، در واقع تو این فضا سیر میکردم. یا مثلا فیلم‌های بزرگ تاریخ سینما یا فیلمایی که الان مثلا خیلی رو بورس بود اون تایم، دکوپاژ معکوس میکردم. اون سکانس‌های مثلا مربوط که احساسی بود و نمیدونم درام داشت و این داستانا میگرفتم دکوپاژ معکوس میکردم که یه سری چیزا دستم بیاد. که دیگه می‌خواستم
کار دومم یه کاری باشه که وقتی کسی میبینه بگه که آقا این چه لول اپ کرده، لول اپ شده کارش. بعد که حالا به اینجا رسیدی که بودجه پولتو نداشتم که اومدم دیگه هر جور شده گفتم آقا با هم کم کم من هر جور شده اینو میسازم، چون انقدر فشار روحی روانی در واقع مرگ خالم فشار می آورد، یعنی میخواستم یه چیزی چنگ بزنم که خودم نجات بدم، یه چیزی خلق کنم، یه چیزی خلق بکنم که چون من اینطوری هم که به شدت عاشق کارمم. یعنی من تامینا رو که ساختم خروجیش دستم رسید، یعنی فروردین خروجیش دستم رسید، تا الان که خدمت شما شاید باورت نشه من تا تقریبا شهریور یا مهر روزی 3-4 بار میدیدم، بعدش دیگه شد رو هفته 2-3 بار. یعنی اگه بخوام حدودی حساب بکنم من الان بالای 300 بار فیلم خودم رو دیدم. بعد یکی از دوستان میگفتش که نارسیسیست داری، گفتم نه، انقدر لذت میبرم از، چون خیلی بهم فشار اومد تو شرایط ساخت این فیلم، انقدر تحت فشار بودم که لحظه از اونجا برام بگی بعد برسیم به این طرف. از کجاش بگم؟ یعنی از همین که بودجه رو چجوری فراهم کردی؟ بودجهش ما یه پولی خب جمع کردم به واسه کارهایی که می‌کردم، بعدش دیگه شد قرض گرفتن، بعد دیگه در نهایت شد سیستم تدوینمو فروختن. یعنی باکس تدوینمو فروختم که بتونم بودجه فیلممو تامین بکنم و فیلممو بسازم، که خدا رو شکر ساختم. بعد کار تدوین می‌کردی، یعنی حرفه‌ای کار تدوین فیلم؟ آره من کارم موشن گرافیک. یعنی اینقدر برات مهم بود که رفتی باکس تدوین تو فروخت. میدونی چرا؟ من آدمیم که سال 97 من یه تصادف کردم، من دوستانم آشناییم همه اینو میدونم و اینطوری هم که میگم این لحظه ای که الان کنار شما شاید آخرین لحظه ای باشه که من تو این دنیا دارم زیست میکنم. بنابراین سعی میکنم هیچ چیزی رو از دست ندم. اگر یک کاری رو دوست دارم حتی جونم هم براش میدم. یعنی بچه‌ای که تو کار بودن دیدن من چجوری دارم شرایط رو فراهم میکنم و خدا رو شکر شرمنده هیچ کدوم از عواملم نشدم. سعی کردم که همشون تو شرایط خوب کار بکنن و خدا رو شکر اتفاقی که افتاد من با همه بچه‌های تیمم همشون رفیقم. یعنی به جز حالا بالاخره پیش میاد آدم با یه عده خب ممکنه نتونه کنار بیاد و این داستان ها، من با همشون رفیقم. یعنی کار منجر به رفاقت شد. خب اثر رو ساختی؟ اثر رو ساختم، پخش بین المللی شروع شد فروردین و تا الان خدا رو شکر اتفاقی خیلی خوبی افتاد. در واقع جایزه دیپلم و نشان افتخار کارگردانی از هند گرفتم، شیمله که خودم دعوت بودم رفتم. در واقع جایزه بهترین فیلم گرفتم از استرالیا، جایزه فیلمنامه گرفتم از ایتالیا، 2 جایزه بهترین فیلم از آمریکا گرفتم. فکر کنم تو 26 فستیوال حضور داشت. بله اکران داشت، در واقع اونم جزش میشه دیگه. پس اتفاقات خوبی برای فیلم افتاد. خدا رو شکر. یعنی از اون یأس و ناامیدیه به نجات هم داد. یعنی واقعا، یعنی میگن یه چیزی رو دوست داری هر جور شده جونت هم باید واسش بدی نتیجه بخشه. این شاید من الان میتونم بگم که آره نتیجه میده. من آدمیم که شاید واقعا میگم آدم امیدواری کلا نیستم، اما میتونم یه جمله‌ای رو بگم، اونم اینه که نتیجه هیچ وقت به تلاش خیانت نمیکنه. هیچ وقت. یعنی شما تلاش بکنین، زحمت بکشی، نه اینکه نقش بازی بکنی. خب من یه جمله پیش همه رفیقام میگم که عموما آدم‌ها فارغ از سینما بازیگرهای خیلی بیشتری هستند تا خود مثلا جلو دوربین. یعنی جلو دوربین ما بازیگرای زیادی نداریم. اون بازیگرای اصلی تو جامعه میدونی، به خاطر همین نقش تلاش کردن رو نمیتونی بازی بکنی. فیلم به جشنواره کوتاه تهران راه پیدا نکرد. نه. چقدر ناراحت شدی؟ ناراحت که ببین تو مگه میشه تو فیلمساز باشی خب دلت نخواد هموطنات فیلمت رو ببینن؟ مگه میشه تو دلت نخواد که چه میدونم رفقات بیان توی سینما فیلمت رو ببینن؟ مگه میشه دلت نخواد؟ من خیلی دلم میخواست. به نظرت ما نباید به سلایق داوران احترام بذاریم؟ این که مثلا توی جشنواره خب فیلم من راه پیدا نکرده، این معترض بودن شاید مثلا توجیه، حالا مخصوصا توی کار هنری این کاملا درسته ها. اصلا این چیزی که من دارم میگم احساسیه. خب این الان من از لحاظ منطقی بخوام باهاتون صحبت بکنم میگم که آقا اون هیئت داوران حق دارند، اون هیئت داوران
یک دید هنری دارن که آقا مهدی ارحمی فیلمش صلاحیت لازم برای حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران رو نداشته است. بگم یه کمی بی‌انصافی هم هست. میخوام یه ترکیبی از احساس و منطقم، من الان میخوام احساس رو بذارم کنار، منطقی صحبت بکنم. اگر فیلم من فیلم در واقع ضعیفی بوده، خب من انقدر آدم در واقع انعطاف پذیری هستم که بگم که آقا این فیلم ضعیف بوده، حق داشتین که فیلمو کنار بذارید. اما فیلم ضعیفی نبوده. حالا ممکنه مثلا ناامید شده باشی و بگی من نمیرم دوباره سمت فیلم سازی؟ ببین واقعا نه اینطور، یعنی اینجور آدما منو ناامید نمیکنن. خب مگه فیلمسازی مستقل کم داریم توی این مملکت که بخوان کار بکنن؟ یه سوالی من از همه دوستان میپرسم، اینکه بهشون میگم شما از مراحل فیلمسازی لذت میبرید یا اینکه بعد اینکه فیلمتون ساخته شد تماشا میکنید و لذت میبرید؟ حالا بخشی از صحبتات این بود که بارها فیلم خودتو تماشا کردید. آره. از مراحل فیلمسازی هم لذت میبرید؟ آره. من الان مثلا میگم، من الان اینطوری هم که میرم تو پروسه ساخت اصلا جون میگیرم. یعنی یه چیزیه که من الان مثلا میگم، من قبلا کارمند بودم. خب اینطوری بودم که مثلا ساعت 8 میرفتم تا ساعت 4 مثلا قرار بود سر کار باشم، برام یه عمر میگذشت. واقعا دارم میگم، خسته اصلا مچاله بودم من. ولی من سر فیلم خودم یا سر فیلم دوستان، حالا کمک میکنیم بهشون، من اصلا انقدر پر انرژی، اصلا نه نیاز به قهوه دارم نه نیاز به مثلا یه انرژیزا دارم، من کلا بالام. یعنی انقدر کیف میکنم از پروسه ساخت، لذت میبرم. من مثلا سر فیلم خودم شاید مثلا 3 ساعت مثلا میخوابیدم، چه تو پیش تولید چه تو تولید. حالا بعد از مثلا تولید تموم میشه میرم یه 24 ساعت کلا گوشی رو خاموش میکنم، میگیرم استراحت میکنم، بعد دوباره انرژی فعال میشه. کاش میتونستم حالا یه فیلم دیگه بسازم، کاش میتونستم حالا میرم سراغ یه کار دیگه. ولی خب دیگه یه کمی سخت شده ساخت تو ایران. چه حرفی برای اونایی که میخوان تازه فیلمسازی رو شروع کنن داری؟ یعنی مثلا اون نوجوانی که میخواد علاقه داره و میخواد کار فیلمسازی رو شروع کنه. البته من خودم در جایگاه یه هنرجو دارم این صحبت‌ها رو میکنم و اگر بخوام یه اندوخته تجربه بخوام منتقل بکنم اینه که اگر قصد دارید فیلم بسازید، اول راجبش اطلاعات کسب کنید. فیلمسازی این نیستش که یه چیزی بنویسید همون لحظه آفیش بکنید برید سر فیلم برداری بدید دست تدوینگر بگی آقا من الان یه اثر فاخر خلق کردم. نه، اصلا از این خبرها نیست. فیلمسازی مگه اینکه واسه تفریح باشه، مگه اینکه واسه لذت بردن یا تجربه کردن باشه، خیلی هم کار کول و خفنیه به نظر من که تو بخوای همچین کاری بکنی. اما اگه میخوای یک فیلمسازی حرفه‌ای انجام بدی، به نظر من کسب اطلاعات خیلی باید توش حساس بود. مثلا چی؟ آقا فیلم‌های حداقل بزرگ تاریخ سینما رو ببینید، کتاب بخونید، نمیدونم مستر کلاس‌های فیلمسازهای بزرگ سینما رو ببینید از چه کارهایی یعنی استفاده با یه می‌کنن. اندوخته‌ای وارد فیلمسازی بشید. دقیقاً اون موقع میفهمید چقدر لول اپ میشه فیلمتون، چقدر به فیلمتون اضافه میشه. اینکه صرفاً دوربین بذارید آقا من اینجوری فکر میکنم، آقا اینجوری فکر کردن نیست. من سر صحنه فیلمم یک جایی رو خودم شخصاً یه میزانسنی رو شکل داده بودم، یعنی تو ذهنم این بود، احساسم میگفتش که این، ولی از لحاظ در واقع علمی آقا این منطق نداشت. خب ببین یه سری چیزا درسته تو هنر احساسه، ولی یه سری چیزا اصوله. تو اصول اولیه فیلمسازی رو باید بلد باشی که بتونی فیلم بسازی. اوکی تجربی رو من کاری دیگه ندارم، پروندهشو بستم، اما میخوای یه فیلمی که عیار داشته باشه بسازی، باید حداقل اصول اولیه‌اشو بلد باشی. تو حتی باید بدونی اگر دکوپاژ میکنی، دکوپاژ اصولی یعنی چی. تو نمیتونی اصلا. من واقعا میگم یکی از معضلات من چون به عنوان برنامه‌ریز دستیارم، من سر پروژه مختلف میرم، من واقعا مغزم سود میکشه از اینکه چجوری فیلمساز سر صحنه دکوپاژ میکنه. فیلمسازی فیلم اول دومی نه فیلمساز حرفه‌ای. فیلمساز حرفه‌ای دیگه انقدر تجربه داره، انقدر مثلا دکوپاژ کرده که میتونه در واقع سر صحنه دکوپاژ بکنه چون میدونه چه خبره. ولی فیلمساز بعد
استدلال این که من میدونم آقا، من ببین بزرگای سینما نمیگم من میدونم. من الان خدا رو شکر افتخار اینو داشتم در کنار بزرگانی بودم و زیست داشتم که همشون معتقدن که آقا من خودم دارم یاد میگیرم، چی باعث میشه که برگردید بگید که من میدونم. من خودم الان واقعا میگم دچار یأس فلسفی شدم یه تایمی، خب که الان میگم یه تایمی اینطوری بودم که اوکی الان کار بعدی میخوام بسازم، اگه ضعیف باشه چی، اگه مثلا فلان باشه. بعد یهو به یک حال خوبی رسیدم. یه جمله یکی از دوستان برگشت گفتش که اصلا مهم نیستش که فیلم بعدیت فیلم ضعیفی باشه یا قوی، مهم اینه که دوباره مثل فیلم قبلیت از ساختش لذت ببری. گفت تو فیلمتو مگه واسه فستیوال رو نمیدونم مثلا واسه اینکه بخواد 4 جا اکرام بشه ساختی؟ گفتم نه. گفتش که تو اینو برای این ساختی که بری خودت بشینی که ببینی کیف کنی. گفتم راست میگه. اصلا فیلمسازی یعنی این، یعنی تو اصلا به بعدش فکر نکنی، تو فقط بسازی که لذت ببری، بسازی از این که وقتی نگاه، من الان خدا شاهده، من الان دوباره میشینم فیلم خودم رو میبینم واقعا با ذوق نگاه میکنم، خیلی جالبه و کیف میکنم. اکثر کارگردانا میگن ما جرأت تماشا کردن فیلم نه من انقدر نگاه میکنم، یعنی اینطوری هم که مثلا فیلمم به یکی میخوام نشون بدم خودم میام یواشکی نگاه میکنم، یعنی نمیذارم اونم از دست بدم. من یه خیلی استوری میذاشتم یه تایمی، مثلا این فیلمو نگاه می‌کرد ذوق می‌کرد یه استوری میذاشتم ازش و اینا. یکی از بچه‌ها گفت بابا بس دیگه، انقدر که تو دیدیم ما خودمون دیگه کلابه شدیم. ولی به نظر من باید لذت ببری، یعنی اگر لذت ببری بردی. مهدی جان به نظرت فیلم کوتاه ایران، فیلم‌های کوتاه ایران به لحاظ مضمون، فرم روایت و کارگردانی با فیلم‌های سینمای جهان چقدر تفاوت داره؟ ببین الان که انقدر استعداد اومده، من همین هفته پیش یه جلسه‌ای بودیم، یه فیلمسازی، من اسم شریفش هم فراموش کردم، یه فیلمی دیدم گفتم واقعا دمت گرم. ببین خیلی استعداد هست الان تو پاتوقای فیلم کوتاه، حالا من افتخار داشتم میرم میبینم فیلماشون و اینا، واقعا استعدادهای خیلی خفنی هست، اما متاسفانه شرایط سینمای ایران اینه که استعدادها نابود بشن، وگرنه این استعدادها هر کدومشون یه فیلمساز بزرگ سینمای دنیان. جدی میگم یعنی یه کارگردانی که فیلم کوتاه خوب میسازه میتونه یه فیلم بلند خوبم بسازه؟ ببین اینو نمیتونم تضمین بدم واقعا. خب من بر اساس اون خروجی که میبینم میگم که آقا این فیلمسازیه که میفهمه، صاحب اندیشه است، درک داره، میدونه که آقا فرم چیه، روایت چیه، نمیدونم همه این موضوعات رو توی بطن فیلم میبینی، توی تصویر میبینی، توی میزانسنش میبینی، توی دکوپاژش میبینی، توی قابش میبینی و توی صحنهش میبینی، توی انتخاب یعنی انقدر خلاقیت هست تو میگی که وای اینا چرا اینجان. بعد ازش میپرسم فیلمتو چیکار کردی؟ پخش کردی؟ نه اعتماد به نفسشو ندارم. کی اومده اعتماد به نفس تو رو انقدر داغون کرده که حتی جرئت نمیکنی فیلمتو به یه پخش کننده بدی که بخوای فیلمت رو در یک حالت درست پخش کنه؟ و این میدونی این ضعف کارها، ضعف از نظر من ضعف اساتید و بزرگانه. اساتید و بزرگان خیلی کم کاری کردن واسه نسل جوان. الان نسل حالا من دهه 70ام، دهه 80ها که دارم میان نابغه‌ن. من الان یه فیلمسازی از یه خانومی دیدم، یه فیلمی از یه خانومی دیدم 18 سالش یا 19 سالش بود. مگه داری مثلا اینقدر همه چیز درست؟ من واقعا به اون فیلمساز خانم برگشتم در کمال ادب و احترام گفتم من واقعا برای تو آرزو میکنم که انقدر اتفاقای خفن برات بیفته که درگیر یک سری مشکلات زندگی نشی که نتونی فیلم بعدیت رو خفن تر بسازی. امیدوارم انقدر خوب باشه که تو انقدر ذهنت باز باشه که بتونی یه اثر خلاقانه دیگه بسازی و من بیام بشینم کیف کنم واسه دست بزنم. و واقعا این نابغه ها الان کجان؟ نه فیلمشون تو جشنواره فیلم کوتاه تهران اکران میشه، نه تو جشنواره معتبر ایرانی. خب
و اصلا معلوم نیست کجا. این ضعف کیه؟ منو نبرن خوبه. آیا میشه با ساخت فیلم کوتاه پولدار شد؟ با ساخت فیلم کوتاه پولدار شد؟ نه، تو ایران نه، اصلا. خب بعد چرا میسازن؟ عشق اصلا. یعنی جز این من نمیتونم تعریف دیگه ای بذارم. حالا یه موقع از شما مثلا ارگانی پشتت، مثلا یک سیستمی پشتت هست، خب تو دستمزدتو میگیری، کارتو انجام میدی، میره. فیلمساز مستقل فیلمساز عاشقه که میاد یک اثر خفن خلق میکنه با تمام محدودیت ها. خب محدودیت مالی هست، محدودیت فکری هست، محدودیت در واقع توی کار کردن با عوامل های حرفه‌ای سینما هست. چرا؟ چون عوامل حرفه‌ای آقا مگه من دستمزدمو میخوام. درسته بعضیاشون واقعا دمشون گرم، خیلی حمایت میکنن از بچهای مستقل، خیلی کنار میان با بچهای مستقل، اما خب باز اونا هم دارن زحمت میکشن دیگه، تجربه کردن، اونا بالاخره باید خرج زندگیشون رو در بیارن یا نه؟ چجوری در بیارن؟ بالاخره باید از کاراشون در میارن دیگه. به خاطر همین نمیشه، تو ایران نمیشه پولدار شد. به آینده هنریت فکر میکنی؟ آره، چرا که نه. فکر میکنی چی میشه؟ بگم من آینده هنریم مشخصه، میدونم که چی میخوام بشم و این اتفاقات میفته، یعنی دور از ذهن من نیست. اما چیزی که نسبت به اون برام اولویت داره اینه که من انسان بهتری بشم توی زندگیم. من نمیگم که مثلا آدم خوبیم، نه. من یعنی یه بخشی از این فیلمسازی رو میخوای بیاری تو زندگی جاری کنی؟ آره، ببین من مهرداد اکبری تدوینگر کار تامینا، رفیقم هم هست، داداش بزرگترمه، من خیلی قلبی دوستشم، خیلی انسان بزرگیه. یه جمله بهم گفت، ما با همدیگه رفتیم هند، اونجا دعوت بودیم، با همدیگه رفتیم هند. یه جمله بهم گفت، من اونجا جایزه گرفتم، خیلی ناراحت بودم سر یه سری موضوعات. یعنی من رفتم رو صحنه جایزه رو گرفتم، یهو نگاه کردم به مسیری که حالا راپلایی که اونجا بود اومدم نگاه کردم، اینطوری بودم که واسه همین من این همه خودمو شرح کرده بودم، این همه بها دادم، یعنی اینطوری شده. واقعا خیلی حالم بد بود. بعد دیگه خیلی ناراحت بودم، اومدم نشستم و اینا. گفتش که این جایزه اصلا مهم نیست. میدونی چی مهمه؟ گفتم چی؟ گفت برای فیلمساز بهتر بودن باید انسان بهتری باشی. من اصلا اونجا همینجوری دقیقاً تو هتل بودیم و اینا، من همینجوری نگاه میکردم بیرون و میگفتم چقدر مسیرمون اشتباهه. یعنی مثلا ما فیلمساز داریم دیگه، طرف جیب دستیارشو میزنه، از تو جیب دستیارش میزنه، از جیب مثلا عواملش میزنه، فقط برای اینکه خساست بکنه بخواد یه فیلمی رو بسازه. خب آقا این که نشد کار. این الان مثلا تو اوکی فیلم ساختی، جیب 4 نفر آدمو زدی، بخوای تهش چی بشه؟ اینجوری ماندگار نشده کسی. اوکی کم مثلا فیلمساز داشتیم، کم مثلا هنرمند داشتیم، کار کردن تموم شد رفت. خب آقا البته نمیتونم بگم که آقا همه همین شکلی زندگی کنن، هر کسی هدفش متفاوته، اما هنرمند تو ذات خودش باید یک کمی معرفت داشته باشه. معرفت نداشته باشی که دیگه هنری وجود نداره. مهدی جان دوست دارم یکی از کاراکتراتو برام تشریح کن. من آخه ببین همه کاراکترهای فیلمم، تامینا مخصوصا، رو همش فکر کردم. یعنی از بیس طراحی کردم، میدونستم در واقع چی میخوام، چه کاراکتری میخوام. حتی مثلا نمونه عینی داشتم براش، یعنی یه سری ترسیمات فکری در خصوص اینها داشتم. من خراب کردم. خب یک سری ترسیمات فکری داشتم. کاراکتری که توی فیلم من به شدت برای خودم جذاب بود، کاراکتر باران بود که خانم بهروزمنش ایفای نقش کردن، افتخار دادن به من تو این فیلم کنارم بودن.
کاراکتر باران، من سر صحنه بودیم و یه در واقع ما خدا رو شکر انقدر بچه توانمند بودن، من سر فیلم یعنی رفتیم تو سر صحنه اومد نهایتاً دیگه بدترین حالت 2 یا 3 برداشت کار جمع میشد، یعنی فیلم برداری میکردیم جلو رفتیم رسیدیم به سکانس پایانی فیلم من. سکانس پایانی فیلم من یه حالت پلان سکانس داشت و اینطوری بود که باید توی صحنه دیالوگ های زیادی داشت، درام خیلی بالایی داشت. پلان میگرفتیم، احساس زهرا در نمی اومد. اون لحظه به خودش هم میگفتش که مهدی این خیلی برای من مجهوله، من الان تو این شرایط واقعا باید چیکار بکنم. من به زهرا یه جمله گفتم، رفتم دم گوشش بهش گفتم که زهرا کاراکتر باران منم. دیالوگی که میگه دیالوگ منه. من داشتیم صحبت میکنم قبل از برنامه، گفتم من باختای زندگیم خیلی بیشتر از بردای زندگیمه. من یه دیالوگی توی فیلمم دارم که میگم من خیلی بچه بودم واسه تحمل اون همه درد. خب بنابراین یعنی اون کاراکتر باران کاراکتر من بود. حالا به یک شکل دیگه فیلمنامه ترسیم شد، به یک شکل دیگه در واقع جلو رفت، یعنی بیشتر فضا و اتمسفر شبیه به داستان خودمه، یعنی برگرفته از یک سری المان‌های درونی من بود. کاراکتر مثلا نقش مژده که خانم مرجان خاکساری ایفای نقش کردن، مثلا من برگرفته از یکی از دوستان آشنایانمون بود. یعنی مابعضای بیرونی داشتن شخصیت. آره، من حتی حالا تو جلسات تمرینی و اینا ما همه چیز رو با هم دیگه چک می‌کردیم، یعنی از اینکه از کجا به دنیا اومده، به کجا رسیده، چه اتفاقاتی رو متحمل شده این کاراکتر، المان‌های شخصیتی، ابسشن‌های شخصیتی، همه این چیزها رو ما با هم دیگه چک کردیم، یعنی آماده رفتیم تو تولید. من اصلا اعتقادی به نمیدونم یه هفته 2 هفته پیش تولید ندارم. من واسه فیلم کوتاه من واقعا میگم 1 ماه و نیم پیش تولید داشتم که همه چیز آماده بشه بعد برم سر صحنه، که خدا رو شکرم اتفاقای خوب براش افتاد و اون حساسیت ها یه جورایی جواب داد. آره کاراکترها یه چیز بودن، باختر همین کیف میکنم از دیدنش. آره. چند تا کلمه ازت میپرسم، حس تو بگو. میزانسن نمیدونم چرا یهو این به ذهنم اومد، چینش خدا اصلا نمیدونم یهو، چون من از نظر من سینما یعنی زندگی. خب یعنی هر اتفاقی که بیرون از اینجا میفته خودش فیلمه. من بیشتر تو ذهن خودم اینه که چینش خدا، جاهای مختلفی که ما قرار میگیریم اون چینش هست. دکوپاژ این هم میتونم به اون شکل تفسیر بکنم. زاویه دید و چیز خداست که اون لحظه بر اساس اون چینشی که داشته چجوری نگاه کنه. دستیار کارگردان؟ من دستیار کارگردان از نظر من معنا نداره، به نظر من گروه کارگردانیه که معنا داره، دستیار نیست به نظر من. گروه کارگردانیه که با هم دیگه کمک میکنن یک اثری خلق بشه. یعنی در کنار هم در راستای اون اگه گروه کارگردانی ضعیف باشه پروژه زمین میخوره بدون تعارف. الان مثلا بچه‌ها عموما میان از رفقاشون استفاده میکنن و اینا، به نظر من خیلی کار درستیه، چون گروه کارگردانی اگر دلسوز کار نباشه میتونه پروژه واقعا زمین بخوره. تدوینگر کارگردان دوم فیلم دیگه، یعنی یه کارگردان تو کار کارگردان دخالت نمیکنه اصلا بکنه. اصلا اتفاقا از من الان مثلا مهرداد، من زمانی که راشای فیلممو تحویلش دادم، من چون مثلا فیلم اولم مثلا خودم چیز کرده بودم، من عموما مثلا فیلمامو پلان خودت تدوین می‌کنی. آره پلانمو سعی می‌کردم مثلا تدوینی مثلا بگیرم و این داستان‌ها، ولی به مهرداد اینجوری کردم، گفتم مهرداد میدم دست خودت، هر کاری میکنی بکن، من میام خروجی میبینم.
نمیخوام توی هیچ فرایندش، چون من بیام نظریه شخصیمو میام غالب میکنم، بعد اون جلوی خلاقیت تو رو برای کارت میگیرم. و اومدم دیدم دم مهرداد گرم، چقدر جذاب، چقدر خوب. بخاطر همین من تدوینگر رو از نظر من یعنی کارگردان دوم کار، یعنی کارگردان بخش پست پروداکشن کار به نظر من تدوینگره. که تدوینگر اگه ضعیف عمل بکنه اون پروژه زمین میخوره، تدوینگر اگر خوب عمل بکنه میتونه پروژه رو بالا ببره. اکستریم لانگ شات دقیقا خودمم خیلی دور تو سایه گوگلی مگره یه گوشه دارم کارم میکنم. اکستریم کلوزآپ. اکستریم کلوزآپ چشم. آره روح آدم تو چشماشه. من به شدت رو چشم حساسم، یعنی اینطوری هم که همه چی رو تو از چشمو میتونی بخونی، ذوق یک آدم رو، عصبانیت یک آدم رو. من چون خودم آدم ساکتیم، وقتایی که اون چیزم عموما اطرافیانم از چشمام میتونم بفهمن که من مثلا تو چه حالیم. یعنی صورت کامل بته، یعنی فقط از چشما میشه خوند واقعا. بازیگرم خانم بهروز منش یه جمله میگفت، جمله قشنگی بود، میگفتش که همه چیز تو چشماست. مدیوم شات. مدیوم شات آدمایی که نمیتونی بهشون نزدیک بشی، نمیتونی ازشون دور شی، یعنی مثل آتیش میمونه دیگه، جلو بری میسوزونتت، فاصله بگیری سردت میشه. نمیدونم چرا اینو به ذهنم میاد، ولی گپ کات دیگه خیلی برنامه با عشق مشتی، اصلا با اتمسفر جذاب، ایشالا قطعا اتفاقی خفن بیفته. ممنون از حضور شما. قربونت برم. حرف آخر. حرف آخر نمیدونم، یه سری حرفا آخه کلیشه است گفتنش دیگه، حالت این شکلی شده دیگه، هممون پر شدیم از این حرفا. اما واقعا میگم از صمیم قلب آرزو میکنم که حال همه دوستان، مردم ایران، اصلا مردم سراسر جهان خوب باشه. با این فشارهای روانی که تو سراسر دنیا هست، اگه بخوایم از ایران فاصله بگیریم، فشارهای روانی، جنگ، فلان، این داستانا من واقعا اصلا نمیشه درست کرد واقعا. اما واقعا آرزو میکنم همه آدم‌هایی که به دنیا میان تو این کره زمین یه زندگی نرمال و خوب و حال خوب کنی داشته باشن با همه سختی‌ها. من سر تامینا خیلی تحت فشار بودم، خیلی فشارهای عجیب غریب روانی، ولی حالم خوب بود. وقتا همین لذت میبرم. مهم اینه که تو هر شرایطی باشی حالت خوب باشه، اون موقع خیلی راحت هندل میکنی همه چیزها رو. واقعا این آرزوی قلبیمه برای همه دوستان و همه هنرمندای ایران، چه هنرمند، چه همه، یعنی هر جوری بگیم المان‌های مختلف میاد تو ذهنم که واقعا آرزو میکنم همه حالشون خوب باشه. همین تنها چیزی که میتونم آرزو بکنم و از دستم بر بیاد اینه که اینه، واقعا چیز دیگه از دستم بر نمیاد. ممنون که مهمان ما بودید، امیدوارم میزبان خوبی بودیم. 100% اصلا تو دستتون نیست. قربونتون برم، خیلی خوشحال شدم. سلامت باشید. خوب شما.